این نیستش این میشه دکسان درون بعد پوچه‌شو هوی میکنن همونجا در رشته پوچه رو هوی میکنن با چرا منهره هوی میکنن سه بار شمال میتیان خیلی شمالش میتیان یگون بار همین خیلی واقعی شدگی که قبر کنده باشن چپش دگی باشه یا یگون چیز برومدگی باشه خونه همسایه شکوف که درون اومدم تریبون نخورد آن شید که قبر دیگر دگذشتند ها کم ترک شکوف میشه جور ملویمش میاد ندیدین که زمستون دا چیکارش میکنه نه که برای برونون نه کم تر نم چند قبوشه سلام علیکم رحمت الله برادران و خواهران عزیز. امروز درباره یک بیماری صحبت میکنیم که در پوست میشود و این نام داره ویتیلیگو. این نوع بیماری یکی از بیماری های قدیمی ترین بوده، در لغت به معنای سفید شوی پوست یعنی پسی میباشد و سبب های اساسی این نوع بیماری دو چیز است، یکی کرمی اسکریت که در جگر میشود و یکی ترسیدن سخت. و طبیبانی که از گیاه دواها آماده میکنند برای بیماری سفید شوی پوست یعنی برای بیماری ویتیلیگو دو نوع دارو را برای ما و شما پیشنهاد کردند. یکی به نام کارول کوژا که خیلی و خیلی داروی مشهور است و یکی دیگری به نام پیگمنتو که به همراهی تبلیت کشید. اگر شما درباره این بیماری پوست باز معلومات بیشتر گرفتن میخواهید بر رقم‌های در تگ نوار بدن نویسید. در رحمت الله باشه. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواده هستین. خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشد. امروز میدونید در کجا قرار داریم؟ جایی که ابدا خانه ما انمیجا میشود دوستان عزیز. این هم نصیب هر یک کس نمیشود. میبینیم بسیار نفرها در صدمه میزنن، بسیار نفرها رو مردهاشون هم میوان. امروز در حق یک برادر دعا میکنیم. برادران عزیز اومدین برای قبول کردن ما حضور داریم در ناحیه فرخار. حاضر برای شما پر معلومات میدیم که در هر جا قبول کنی به هر نوع با کدام خاطر دوستان عزیز که بعضی جا سنگ داره که نه حاضر امروز رفتی کاری برادران رو برای هر یک شما ایشون میتون با دقت نوار تماشا کنید، چون که آخرت همه ما باز میگم همینجای دوستان عزیز به هر کس میسر نمیشود. بگذار خداوند هممون نگهبان باشه. رفتیم پر تماشا میکنیم. بیا اینا دوستان عزیز بارک الله برادر عزیزم. انا کوز ما درون میدرم بسم الله الرحمن اجازت های اکای بای محمد امروز قبر کنای ما اکای بای محمد امکیم اکای شیرینجان الله برکت شد. این اکای سمردین و نفر دیگری میبینین اکای فخردین که این در درون یعنی گوهرایی که ما مرده را روسکی میمونن در همونجا حاجی ایبرن دیده نمیتونیم. بسیارا میگه ما میترسیم در اومدن فکر که مردی در همونجا خطا توقع میمونن، یگون کس قطعی نمیسن، نه پدر نه مادر، عاقبت همه میروه بعد آیت خونه. انا امروز از ما برای شما پرای ایشون میتم در اومدنش بیا انا که در اومدنش اینجا حاضر یکم اینجا نگاه کنیم برادران عزیز که اکای فخردین در همجا. سلام علیکم اکا. علیکم السلام. خوبی اکا فخردین؟ بسیار شکرانه الله. ناراحت نکردم اخی؟ نه حاضر چی شکندسی اکا؟ لاحت گفتن اینجا خانه آخرت. آخر یعنی مرده در همینجا میسن؟ خانه آخرت. راستشو طرف قبله را میگیره نه سر در کجا باید بسه پا در سر نیجه دمسته پایین پا هستن پایین پا. یک خونه را کندن گوهره را چقدر وقت میگیره اکا؟ 2 ساعت وقت میگیره. 2 ساعت ها؟ با نگاه میکنه که بعضش بزبلای بعضش خرابای راست شد با همون میگیره قبر کندن. راست شد همون رو میگیره. 2 متر جوتارک میگیره. ای او اما 2 متر جوتارک 20. این گوهره هم هر کس کندن نمیتونه گرد میکنه بلوش برای چی بدنش؟ این پول چی پول کروگ میاده یا طرفش کروگ میاد که برای چپان نشود. این درووردن هم آسان شوند درووردن مرده. اینا دوستان عزیز نگاه کنین یک فخردین در حقش با دعا باشین ان شاء الله. خدا نصیب کنه نصیب کسی ده باشه با اینم قبول کنه این برادران خدمت کنه خداوند که عاقبت هممون میریم اینا درون نگاه کنین اولی ناس قریب سر کردین نه باز یک متر چکندین. 1 متر کندین. 1 متر ها. اینا نگاه کنین از وقتی که یک میکنن خو که اجازه میبره دیم ودم ایش میکنه. چند نفر که فخردین یک خبر کنید در خدمت بکنن؟ 3 نفر 4 نفر میشه و یگون 4 نفر باشه با از اون کارا که برای ترکه آسان میشه و کارا خدمت اکا چخلای زمین مو سخت سسته کندن زمین ملایم موده و زیاد زمین ملایم موده تر زمین سختی نداره تو بیستون سخت میشه و نفری که در دون اکا فخردین کنده سبد اینا چورکنجا جایی که اینجا ویران اینجا مرده اینجا میاد اکای سمردین یا اکای سمردین خاکی بالا رو میبره الله برکتش بده. اکای با محمد سازی خوبی سلامتی خوبان حاضر وظیفه خودت در اینجا چیه اکا؟ وظیفه ما این دای لحد خوک با اینجا پرتوفتم
یعنی ایدرون اکای فخردین کنده سای درجه میپرته شما در اینجا خاک ایجا را کی میگیره سه مودم میگیره بو اکای سماردین حاضر میشون میتیم اکای بوی محمد جون برای چی در بعض منطقه ها قبر همه خیلی رستکی میکنن اهمیت دادگی باشه چوب همه خیلی میمونن مرده تگی چوب خاک همه بشونن در خدمون ویران میکنن چی میگن اینجا شهر اینجا خونه‌اش میشه و کلیدورش شیردون اینجا ها آها اینجا گاهورا جای مرده خونه آها همونجا انا برای چی در دیگه جو رستکی میکنن در دیگه جو از سبب سنگ زمینوش که سخته نمیشه در اسلام اومدگی در هم خیلی گور کردن ما خیلی حد دو نام خبر هستم یکی رستکی دیگری با مانند همین ها انا دوستان عزیز وقتی که مرده را میدرورن فقط نزدیکش حق دارن وارد درون شوه مثال زن و مرد واریسوش میدرون در درون بعد پوچه هوی میکنن همونجا در رشته پوچه را هوی میکنن با چرا منه را هوی میکنن سه بار شامل میتیان خیلی شاملش میتیان روشا در بولوش میپرن زن و مردن در بولوش روش سین قبله میگردونن اینا ماشاءالله اینا دوستان عزیز سیم نفری که هستن اکای سماردین بله اکا جون خوبی تا اینجا اکا وظیفه خودت ای درون برآوردن اینجا خوکه اکا بله در این حالت ای سر توپو هم پری خوک میشه ها با نوبت جوتون علیش میکنی اسم نخاطی ها بله بله اکای سماردین در چند قبر کنی خدمت کردگی در دویم قبر کنی دویم قبر اکای بای محمد هر یک نفر باید چند قبر بکنه باید ها 7 قبر باید هر یک گنده باید اشتراک نه در همین قبر کنی اشتراک نه باید اینا دوستان عزیز هر یک نفر 7 قبر کنید اشتراک نه بعضیش میگم ما میترسیم اینا دیگری ما اکای شیرین سازی خوبی اکا جون شما هم امروز 4 نفر همین خدمت دادین نه باز با شما بنابرای جور علیش میکنین گاوهورا هم شما کنده میتونین اکای شیرین جون 3 کسن گاوهورا را کندن اینا 3 نفر در ما بسیار نفر نمیتونن اکا هم چیزا کنده کینه کمتر کندنش هم یکا یعنی هر یک چیز پرای لخچه داره اگر اون نتونی نمیشه ها انا دیدین دوستان عزیز یگون بر همین خیلی واقعه شدگی که قبر کنده باشن چپش دگی باشه یا یگون چیز برومدگی باشه یگون مثال قبر پیشینه نه یگون تا پیدا نشید خیلی کوزا و خیلی چیزا میبراین در همین شما هم شاید حال شدین همین چیزا برومدن برومده همچنان بعد بالا هم قبر جمونده نه کوزای برومدگیشا هوا برسا میشکنه ایسابی که در تاب دگی فخردین بیو ما برام بوی چیبا شو خوردی ایو خی بیو بکنیم و بریم کسب خوریم ای تو شوکو توزه ولی بخته چطور داید با ما میبرم اینا دوستان عزیز با جوشون علیش میشه بعد ان شاء الله با یک چای خرج میکنن اینا اکای فخردین اینا برادر عزیز ما اینا همه کسا بیم بشینید میخرین بعد میکنین اخی بیا دست ما را اکا بسم الله اینا چهره اکای فخردین ندیدن اینا نفری که الله برکتش دیا گاوهورا را کنده سبودن الکه یک نیم متر کنده نکا امو کوزه را شما یفتگی نکا کندن خیلی قبر استخوان خیلی یگون پیدا نشیدن حاجی مدت خیلی زمین کلونای الکه قبرای تکرارنده چی کردگی نیستیم ما خونه هم سر شکوف که اندرون اومدم تریبون نخوردیم آشید که قبر دیگر دگذشتند ها کم ترک شکوف میشه جوی مردم میشه ندیده نکا یگون ترس هروس نمیشه حالتی همیدا توکلش به خدا چی ترس هروس میکنی ما آدم زود بودم ما آدم فرقش چیه بله الله برکتون تیا اینا دوستان عزیز همین افرا هم آرزو داشتن هوس داشتن چندین کارهای خیر کردن امروز نگاه کنین دوستان عزیز کوه همیجا را یک بار نگاه کنین یگان قبر بای کمغلا فرق میکنین دوستان عزیز نه ای همه یک فقط چی دوستان عزیز که در حقشون با دعا باشین روزها همیجا هم نصیب ما میشه الحمدلله اکب مرکب با محمد اینا با جور علیش میکنن ابه چون کردن خداوند برکت چون تیا قشلاقداری ما بهترین ایده برادرو به نهایت دستگیری خوب میکنن اینا یادگیر قتی حاجی بو جورا علیش میکنن ولی اینجا نمان پروسه که پاک جمع کنه یا خیلی میشن لیس نیستن تمام اکای بوی محمد اینجا توزا با خودت میدره اکای بوی چپانه روستکی نه اگر پیشونایی بدره توریک میشه توریک میشه خود دادم میترسی که آدمی نه
انا اكه بو جو عليش اكه سماردين خد ايتا خو كم پارتو ايتا هم بايجان اي لحد بايجان دوستان عزیز یو در نگاه که خاک مایدهش اسم میمونن برای بالاش خرمدارا او را ایتاش میکنن خاک تازه که ای درون میکنن ایتاش نگاه کنین این خاکی سفید خاک هم کمتر بارون بزنش در او میشوند سختی ده سخت این اکه سمردین جو شالیش که از اکه بوی محمد میبرویا با جو را علیش میکنن این سر اکه سمردین نگاه صف سفید ده الله و برکتش اینا بیا بوی من شونو یک متر نیم متر اوجه یک نیم گذاشته که ها؟ یک نیم کنده روش خریب یک نیم ای ماشاءالله یک نیم زنه چی دو عجایب بود میشه انشاءالله خیر ای کاری بیو اینا اکای بوی محمد برو مادن نگاه کنه که الله اکبر بسم الله بیو مرا دست ای هیچ گم نداره اکا انا اکا شیرینجون میداره نوبتی اکا بو با نوبت یه هم همین خیلی یک چی دوشه که بسر نمیداره که توریک میشه فقط با پشت میداره که توریکی بینون ببرویا خیلی حالتی ترس شدن یگان چی شدن ممکنه با همون خاطر انشاءالله برادران عزیز رشد کردیسن که جای مرده خنبانی میشوند خیلی بالا قطعی میخنبانن نه بلندی بده یا اینمی تراس میارن ای بالا هم خیلی فقط درون دارم نزدیکاش حقی واریساش یعنی درون در اومدن دارن اینجا درآمدگاهش راست شروع میکنن اگه شیرین جان ازی راست شد چا گرفته سن این هستش این پوچه خیلی اکشیری شیده یا پویت نمیرسم ها پویت نمیرسم یگم 3 سانتیمتر 4 سانتیمتر دیگه یا بیل دیگر بکنی میشه ها دیگه بگی میشم مالا که نانچر اینا که اینا دیگر با درون شمکه شیرین اولی میکنن یا دیگه دیگر تمام ولی فقط اینای مایداش میکنیم تمام در حق مومای ما هم دعا کنین سر گوری مومای مای یعنی این اینجا اینا قبر کندیسن این سر گوری مومای مای اینجا همه مردم همینجا باور کنین ربی اول در اینجا تمام کمی در کم بود حاضر به نهایت زیاد های در حق موما جون ما هم دعا کنین انشالله ما یک دعا میکنیم در حقش با انشالله کار سر میکنیم اکای فخردین در درونه اکای بوی محمد رو میسه دو کسان این عیسی بیست فخردی اینجا بیست اینجا بیست فخردی هر دو کار کردن میتونه نکردن کور میکنه باردار جانو بعضی گپ میزنی خیلی نگاه کنه که برای یک نفر قبرش جابجا کردن چقدر عذاب و مشقت هست با این خاطر چقدر که اکای بوی محمد گفت باید هر یک نفر در 7 قبرکنی اشتراک کنه همین قانون اسلامی قطعی ها برای دیدن که مقصد روزها همین قبرم نصیبی ما میشود لیک قبر بوی کمبغل همش یک بافکنه یگان فرقیت نداره یعنی بعضی او قتیله و تنگه و قمار داری یگان تشقتید نمیداره همین یک کفن همه بو اگر نصیب کنه بله نگاه کنه زمستونه دا چکرش میکنه نه که برای برونان نه کانت نام چند کبوشه زمان در همینجا دریچه هوی میکنن دریچه سینی پیش کلون میکنن پایانش خورد میشه ها همی شو پایان دا پو میره نه دوستان عزیز هر یک کسا با یک چند سانتی متر ای بیل تو 50 تا زنه شوزی برش 1 متر یک میشه بلندیش یک بلندیش یک درازیش چند متر وابسته با قد وای خدا میبینه یا همش همین یک درازیش همون استاد مونیو دودگی که همین خیلی یک بیست
یک بیست خیلی دو بیست خیلی اگر یکون کسی که بسیار باید بزبالا باشه با هم یکون شکم تر کشوفرکش میتونیم بله بازی من این طرف ها گرفتم با این طرف ها ممکن یک 10 شود نه برای اورویش بالا شکوری کردن حالکه کشور نگو درجه گرمه همه صبح سینی برو میرفته باشن های پاشه های مختاری ها خداوند دوستان همه کسا در هر کمی اکوی ما دعا کنه که بهترین خدمت همینا میکنن خداوند قبول گردونه تو داشت که میبرد تمام شد اکه فخری خودت میبره تو من میبرم میشه اکه فخر نجای نبرو اومد نوبتی ما الحمدلله شکر اللهم صل دوستان عزیز الله و برکتتون تینه مردای ما را آوردن در حقش دعاگو باشین ان شاء الله خداوند نگهبانتون باشه خیر تا برنامه آینده